ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 75. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. حکومت بخارا این تکلیف کمیسیه را قبول کرد، اما به هیئت دانشمندان بخارایی عبدالرحمن مخدومی رفتار، قیام مخدوم و جنبول مخدوم را که در تعصب جاهلانه، در نادانی و در مناظره ها به نافهمیده فریاد کردند نام برآورده بودند، این چنین یک کسی بقراط لقب را که دیوانوار خود را حکیم و فیلسوف می شمرد، مردم او را مسخره داشته لقب بقراطی را به او مناسب دیده بودند، به هیئت کمیسیه همراه کرد. احمد مخدومی دانش از جهت بیماری برجا مانده بودنش به کار کمیسیه اشتراک کرده نتوانست. ذوفنون با دامالله اکرامچه در مقابل 4 نفر جاهلی گذرا که آنها برای جاهلانه فریاد کردند و بی ترتیبی برآوردن از حکومت تعلیمات مخصوص داشتند ماندند. دانشمندان روس لابراتواری را به کار درآورده میکروب هایی در آب، در آش و در دیگر چیزها بودگی را با میکروسکوپ به هیئت کمیسیه بخارا نشان داده ایستاده ضرری هر کدام میکروب و چگونه بیماری ها به وجود آوردنی آنها را شرح دادن گرفتند. دامالله اکرامچه و ذوفنون گفته های کمیسیه روس‌ها را تصدیق کرده و از طرف خود هم برای قوت دادن فکری کمیسیه بعضی چیزها می گفتند. چون عبدالرحمن مخدومی رفتار، قیام مخدوم، جنبول مخدوم و بقراط دیدند که دامالله اکرامچه و ذوفنون فکری کمیسیه را معقول شمرده ایستاده اند، هر 4شان یک باره فریاد برآوردند: ما قبول نمی کنیم، ما ترسیده دین خود را نمی فروشیم، خدا را خلاق یگانه، بیماری دهنده و شفا بخشنده می دانیم. ما با این لطی بازی ها که چیزهای موهوم را جاندار کرده نشان داده ایستاده اند باور نمی کنیم و فریب نمی خوریم. اعضای هیئت کمیسیه دانشمندان روس از این فریادها که در زبان تاجیکی می رفتند چیزی نفهمیده، به واسطه ترجمان هم از آنها چیزی فهمیده نتوانسته، تحلیلات را خوابانده حیران نگاه کرده ماندند. یک باره آن 4 نفر از جاهاشان برخاسته، کفشهاشان را از پا کشیده، به دستها گرفته، یسووری علما را که اصحاب به دست در آنجا راست ایستاده بود زدن گرفتند و او را عیبدار می کردند که چرا آنها را در این گونه مجلسی کافر کننده آورده است. در این وقت در بیرون بیمارخانه ملاها و ملا بچه های بسیاری که از طرف نمایندگان مخفی حکومت بخارا برای بلوا برداشتن شورانیده فرستاده شده بودند، بی آنکه چی گفتن و چی خواستنشان معلوم شود فریاد می کردند. اما مأموران مخصوصی حکومت به آنها راه نمی دادند که به بیمارخانه درآیند.
هیئت کمیسیه دانشمندان روس دیدند که یک شورشی بی‌معنی برخاسته رنگ بلوای عمومی را گرفته ایستاده است، کار خود را خوابانده به هیئت کمیسیه بخارا برفتن رخصت داد. اما آن 4 نفر از بینا نمی برآمدند و به رئیس کمیسیه پیتربورگ فریاد کرده می گفتند: ای توره، یا از زبانت خط ده که دیگر به کارهای دینی ما دخل نمی کنی، یا که ما را در اینجا کشته پرتا. آخر 2 مأمور حکومت بخارا آمده آن 4 نفر را به برآمده رفتن تکلیف کردند و آنها هم موافق مقالی که می گویند زبان مرغان را مرغان می دانند به تکلیف مأموران زود عمل کرده بیچون و چرا از بیمارخانه روس البته پی بردند که این کاری ساخته خودی حکومت بخاراست. بنابراین به گماشته سیاسی دولت روسیه مراجعت نموده پیشگیری کردن این گونه بی‌ترتیبی ها را از وی پرسیدند. در نتیجه مراجعت گماشته سیاسی دولت روسیه، حکومت بخارا همه آن بی‌ترتیبی ها را به گردن همان 4 نفر مانده آنها را چند روزی از شهر برآورد و با همین گویا پیشی بی‌ترتیبی ها را گرفت. اما از میانه بسیار وقت نگذشته باز آن 4 نفر را به شهر دعوت کرده به هر کدامشان از جای اولیشان کلانتر و سردرآمدتر مدرسی ها داد. تازه کردن شهر و برهم دادن افلاسی ها به بهانه قبول نکردن علما و سبب شدنش به بلوا به عمل آورده نشد. تنها در بیرون شهر و در جنوبی نمازگاه عمارت چوبینی ساخته کوششخانه های حیوانات را به آن بنا برآوردند که این کار به حکومت ضرر نداشت بلکه فایده داشت، چون که حکومت از هر حیوانی کشته شونده یک مقداری معین پول می گرفت که آن مبلغ در سال اول خرجش را تأمین کرده در سالهای دیگر یک درآمدی بی خراجات داده می ایستاد. از شهر برآورده شدن کوششخانه ها را بعضی آدمان ساده دل علامتی به دست حکومت پادشاهی روسیه گذشتن کارهای حکومتداری بخارا می شمردند و یک ملا که آرزوی قاضی شدن داشت به بیرون شهر کوچانده شدن کوششخانه ها را شنیده می گفت: دولت روس فرصت می داد که من 2-3 سال قاضی شده زندگی آینده ام را تأمین می کردم، بعد از آن بخارا را به روسیه همراه می کرد میلش بود. اکنون من تا آخری عمرم برهنه و گرسنه خواهم ماند. افسوس. چون واقعه بلوای میکروب ها و جنجالی از شهر برآوردن کوششخانه ها در شهر آوازه شد، حیرت گفت: میکروب های حقیقی همین علمای جاهل و همین حکومتداران تاراجگر می باشند. اگر دانشمندان روس برای برهم دادن میکروب ها به اهالی بخارا یاری دادن را خواهند، باید اول برای برهم دادن همین میکروب های آدم شکل یاری دهند که اینها در بین مردم بیماری های روحی را پهن می کنند. در آن وقت برهم دادن میکروب های پهن کننده بیماری های جسمانی آسان می شود. دانشمندی نابینا. چنان که در بالا قید شد، دادرم سراج الدین در حولی قاضی جان مخدوم دستیار شده در آمده بود.
بعد از آن که قاضی جان مخدوم به یک رایان قاضی شده از شهر رفت، دادری مرا دانیال خواجه نام برادری کلان او به دستیاری خود گرفت. دانیال خواجه یک آدمی 70 ساله بود. عمر خود را در قاضیگی های مضافات های بخارا گذرانیده، در وقت های آخر به سبب پیری از آن کار استعفا داده گوشه‌نشین شده بود. او سعدی خان نام یک پسری کلان داشت که وی در آن وقتها هنوز طلبه بود. از بس که دانیال خواجه و پسرش مانندی برادر و برادرزادگانشان خاکسار و نرم معامله بودند، دستیاری آنها به دادرم دشواری نمی کرد و درسش را هم خودی پیرکی و پسرش درست کرده می دادند. از غیر این هر هفته روز جمعه در خانه او دوستانش جمع شده صحبت‌های علمی و دلکشایی می کردند که این هم به یک دستیار سبب ساکل شدن می گردید. نظر به نقل دادرم در روزهای جمعه در آنجا موسی خواجه نام یک کوری مادرزاد می آمده است و ملاهای در آنجا جمع شده با او مناظره های علمی می کردند که در نتیجه او به همه غالب می آمده است. من این واقعه را شنیده در حیرت افتادم. چگونه یک کوری مادرزاد همان قدر دانشمند می شده است که به همه غالب می آمده است؟ گویان فکر می کردم و با شنیدن به این واقعه باور کردن دشوار بود. بنابراین یک روز جمعه در وقتی که مناظره بینایان با نابینای مادرزاد سر می شد به آنجا رفتم. در پیشگاه مجلس صاحب خانه دانیال خواجه می نشست و در پهلوی او نابینای دانشمند جای گرفته بود. نابینا تخمیناً 40 ساله می نمود. ریشش سیاه و ریندانه با قیچی کوتاه کرده شده بود. رویش پره سفیدچه سرختاب و چشمانی بیمیژگانی پوشیده و خشکیده رفته اش در آن روی سرخچتاب به دو جایی بددران رفته پارچه حریری گلابی مانند بود که آنجاها را به طرز رفو دوخته مانده باشند. ابروهایش سیاه سیرموی بودند. لباس این نابینا فقیرانه لیکن بسیار آزادانه و بی چرک و غبار بود. سله اش داکه‌ای سفید اما مانندی سله های ملاها کلان و ویران بسته شده نبوده، خورد و با ترتیب خوبی پیچاندگی بود. در دیگر طرف های خانه 8 نفر ملا بودند که من اکثری آنها را از آن پیش ندیده بودم، اما همه اشان میان سال و خوش لباس بودند. مناظره سر شد. یکی از ملاها یک مسئله منطق را از نابینا پرسید. نابینا تبسم کنان و جاهای چشمانی خشکیده اش را تیز تیز جنبانده روی خود را به هوا کرده، چشمانی کورش را چنان که یگان چیز را دیدن می خواسته باشد به شیفت خانه دوخته به گپ در آمد و بعد از با زبان تاجیکی خوب شرح دادن آن مسئله مانند حجتی گفته های خود یک صحیفه بر این عبارتی عربی را از یک کتاب معتبری منطق نقل کرده از یاد خواند و آن عباره های عربی را به تاجیکی ترجمه کرده داد. بعد از آن در حالتی که هنوز به شیفت چشم دوخته می ایستاد به پرسنده خطاب کرد. خالی شد؟ فهمیدید؟ یا باز گپ زنم؟ خالی شد. گویان جواب داد آن ملا. دیگری از ملایان از حکمت طبیعی گپ کشاده درباره آن مسئله فکر ابو علی سینا را از نابینا پرسید. نابینا اول از دانشنامه ابو علی سینا جمله هایی را که به آن مسئله داخل دار بودند در زبان تاجیکی از یاد خوانده داد. بعد از آن
از اثرهای عربی آن مؤلف هم پارچه ها خوانده ترجمه کرد و در آخری سخنش مثل پیشتره به پرسنده حالی شد، گویان سوال داده بعد از گرفتن جواب تصدیقی آرام یافت و به پرسش های دیگر منتظر شده ایستاد. یکی از ملاها که از نابینا جوانتر بود به او گفت: اکیشان، به دانش شما هیچ جای گپ نیست، فقط افسوس که یک چیز را که دانستن آن به چشم بینا وابسته است نمی دانید. آن چیز بوده است؟ گفت نابینا با آهنگی تعجب، در حالتی که هنوز به شیفت چشم دوخته ایستاده تبسمی دندان نما می کرد. آن چیز فرقی رنگ هاست. البته کسی که چشم نداشته باشد رنگ ها را از یک دیگرشان فرق کرده نمی تواند، گفت آن ملا. نابینا سری خود را تبسم کنان پشتناکی خم کرده و دستانش را به بالای رویش بلند برداشته، با دو سرانگشتی دست راستش انگشت خردی دست چپش را داشته جنبانده ایستاده گفت: انا همین رنگی سفید است، خودی رنگی برف برین. اگر به این نگاه کرده ایستید چشمتان را میبرد. بعد از آن نابینا انگشت چهارمی دست چپش را داشته جنبانده ایستاده باز به گپ در آمد: انا این رنگی سیاه است. اگر به این بسیارتر نگاه کرده ایستید چشمتان خیره می شود. اگر در خانه یک هفته نبرآمده ایستید که دیوارها و درهای وی را تماما با پرده های سیاه قفس پیچانده گرفته باشند، بعد از آنجا بروشنایی برآمدنتان در حال چیزی را نمی بینید. حتی در اولی برآمدنتان چشمتان را به طرف روشنایی کشادن نتوانسته از من بدتر کور می شوید. چون که من کور باشم هم دلم تنگی نمی کند، اما شما دل تنگ شده به مردنتان راضی می شوید. به همین طریقه نابینا به هر کدام رنگ ها نسبت به بیننده خصوصیت ها بیان کرده فرق آنها را از یکدیگرشان شرح داد. کسی از ملایان شاید یاد کرده آمده باشد چند جمله عربی را از شفا نام اثری ابوعلی سینا خوانده ترجمه و شرح وی را از نابینا پرسید. نابینا در وقتی که آن ملا آن جمله ها را می خواند مانند همیشگی سرش را پشتناکی خم کرده، چشمهای کورش را به شیفت نگرانده، دست راستش را از سرش بالا برداشته و پنجه هایش را کشاده به چپ و راست جنباندن گرفت که این علامتی نادرست خواندی گفتنی او بود. بعد از آن که ملا جمله های پرسیدنیش را خوانده تمام کرد، نابینا گفت: شما برادر غلط خواندید. خطای یکمتان در این بود که قول شیخ الرئیس ابوعلی سینا را ویران کرده نقل نمودید. از بین جمله ها کلمه های جداگانه را پرتافته خواندید که با این کاری شما قول حکیمی بزرگ به معنی شده ماند. خطای دومی شما در کار فرمودن قاعده های زبان عرب بود. در فلان کلمه زبر خواندن در کار بود، زیر خواندید. در فلان کلمه که پیش از خواندن در کار بود زبر خواندید. گویان نابینا خطاهای صرفی و نحوی خواننده را یگان یگان نشان داده بنابر کدام دلیل خطا بودن آنها را با آوردن حجتها از کتابهای صرف و نحوی زبان عرب اثبات نموده سخنی خود را دوام داد. این فقیر در کوچه های کتاب شفای شیخ الرئیس تپرکلوخ بازی کرده است. اگر شما در پیش من دهن کشایید، کلوخ هایی که در وقت بازی از دست و پای من می پرند به دهنتان در آمده
کام و زبانتان را به گپ زدن راه نمی دهند. هوشیار باشید. نابینا خاموش ماند. آن ملا سرخ شد، از سر و رویش عرق خجالت چکیدن گرفت. نابینا باز به گپ در آمد. انا سرخ شدید. گویان به آن ملا خطاب کرد و بعد از آن به ملایی که فرق رنگ ها را پرسیده بود مراجعت کرده گفت: دادر دیدید؟ من چگونه سرخ شدنی رنگی روی رفیقتان را دیده توانستم؟ استغفرالله، خطا گفتم. رنگی این کس سرخی بلند و پشتی گلی سرخ برین نشد، بلکه رنگی گلی گلابی برین سرخ چه شد. مناظره دوام کرد، اما کسی نابینا را بند کرده نتوانست. خواه در علم معانی و بیان باشد، خواه در فقه و خواه در دیگر که آن وقت در میانه عالمان زبردستی بخارا مشهور بود، او دانش خود را ناترسانه اظهار می کرد و از کتاب‌های آید به آن علم از یاد صحیفه ها خوانده مدعای خود را اثبات می نمود. در آخر مناظره صاحب خانه اهل مجلس را ضیافت کرد. بعد از آن مهمانانی مناظره‌گر یگان رفتن گرفتند. وقتی که نابینا رفتن خواسته از خانه برآمد، من هم از دنبالش برآمدم و او را در پیش دروازه حولی نگاه داشته با او دو به دو در کجا صحبت کرده توانستنم را پرسیدم. من گفت او: هر روز بعد از پیشین در گذری حمام چوبین در سماورخانه می نشینم. اگر لازم دانید کدام روز که آنجا بیایید مرا می یابید. کوچه گذری خواجه اوبانی ها از شمال به جنوب می رود. هرگاه که گذری مذکور تمام شود، کوچه از شرق به غرب برمی گردد. گذری حمام چوبین در همین گردشگاهی کوچه واقع شده است. در همان گردشگاه در طرف جنوبی کوچه به غرب رونده یک حوض، مسجد و سماورخانه بود که من نابینا را از همان سماورخانه یافتم. بعد از واخوردی کردنم با او خواستم در کجا از وی وعده ملاقات گرفتنم را به یادش رسانده خود را شناسانم. اما وقتی که من با همین مقصد گپ سر کردم، او دستش را جنبانده مرا به خاموش ایستادن فرموده گفت: من از صدای پایتان دانسته بودم که شما همان جوانی کنجکاو می باشید. مقصدتان را گفتن گیرید. من از او با وجود نابیناییش با کدام راه به دست در آورده توانستنی این همه علم و دانش را پرسیدم. من از خواجگانی جویباری می باشم که نامم موسی خواجه است. گویان او به گپ در آمد. یک قسم خواجگانی جویباری زمیندار، عملدار و ثروتدار باشند، هم قسم دیگرشان قشاق می باشند. احوال قشاقان خواجگان جویباری از احوال قشاقان عامه مردم بدتر است، چون که قشاقان عامه مردم به یگان کسب و کار مشغول می شوند و هیچ نباشد با حمالی و مزدوری، با سختی باشد هم روز می گذرانند. اما به خواجگان جویباری کار کردن، پیشور شدن، خصوصاً مردی کاری کردن عیب است، عار است. از روی عادتهای عنعنوی این گونه کارها به شرف خواجگی آنها ضرر می رسانند. همصحبتی من از چاینکی با روی مالچه پیچانده ماندگیش یک پیاله چای کشیده نوشید. آخرین پیاله چای را کشیده به من داد و چاینک را با چقیراس زناندنی سرپوشش که علامتی چای تازه پرسیدن است به لبتری کت تیله داد و به سخن خود دوام کرد. پدری من از همین قبیل خواجگانی بی پولی بدهوا، مفلسی متکبر و تندی خلخور بود.
او به کار دست نزده میراثی از پدرش مانده را پیش فروخته خورده بوده است که در دستش تنها یک حولی ویرانه مانده بود. در آن میان من نابینا تولد یافتم که این برای وی بالای مرده 100 چوب شده است، زیرا در روی دنیا بی هیچ ثروت گذاشته رفتنی یک فرزند نابینا برای یک پدر، خصوصا که آن نابینا فرزند یگانه او باشد، یک عذابی طاقت فرساست. پدرم در غم آینده سالها عذاب کشیده گشته، آخر مانند دیگر پدران فرزندانشان نابینا مرا به قاریخانه داد که در آنجا قرآن حفظ کنم و در آینده با چلپک خوری سری مزارها و با قرآن فروشی زندگی نمایم. نابینا چای تازه را گرداند. او در حالتی که رویش به هوا بود چای را چنان ماهرانه و احتیاطکارانه می گرداند که یگان چکره به بیرون چاینیک نمی چکید و حالان که من تا حال به بیرون چاینیک نریخته نچکانیده چای گردانده نمی توانم. بعد از آن یک قلب بر این چای برای خود کشیده نوشید و پیاله را نیم پر کرده به من داد و روی مالچه اش را 4 قط کرده به بالای چاینیک پوشانده باز به گپ در آمد. من در آن وقت 6 ساله بودم. در مدت 2 سال قرآن را با تجوید موافق قاعده های لهجه و تلفظ عرب یاد کردم. در آن وقت پدرم وفات نمود. مادرم مرا به چلپک خوری ماند. منی 8 ساله هر بیگاهی جمعه و دوشنبه به سری مزارها می رفتم. در آن سری مزارها نابیناهای دیگر و حتی بیناهای قرآن خوان هم نشستند. زنانی که شوهرشان یا فرزندانشان یا یگان خویش نزدیکی دیگرشان به تازگی مرده باشد، طبق طبق چلپک و لعلی نان و کلچه برداشته می آمدند. نابینا و بینایان برابر به قرآن خوانی سر می کردند و من خردسال هم به آنها همراهی می نمودم. زنان رحم دل می شوند می گویند، خصوصا در سری مزار و به بالای قبر نزدیکانشان دلی آنها باز هم نرمتر می شود. آنها در وقتی تقسیم کردنی چلپک و نان به من 8 ساله رحمشان آمده نظر به کلان سالان حصه مرا زیادتر می کردند. بینایانی کورباتین که غیر قرآن فروشی با یگان راهی دیگر هم رزق و روزی خودشان را یافتنشان ممکن بود، این حال را دیده یک بار فریاد می کردند که چرا زنان ناانصافی کرده به یک بچه نابالغ نسبت به آدمان 30 ساله و 40 ساله زیاده حق داده ایستادند. نابینایان کلانسال هم با فریاد بینایان از این تقسیمات ناانصافانه خبردار شده به فریاد آنها باز هم با آوازهای بلندتری کورانه همراهی می نمودند. شما گفتار 75 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.